الان داری به چی گوش میدی؟ اگه جوابت اینه که هیچی یا صدای محیط، دقیقاً داستان ما از همین جا شروع میشه. 70 سال پیش یک آهنگساز همین سوالی که من ازت پرسیدم رو از خودش پرسید و دنبال پاسخش رفت. پاسخی که یکی از عجیب ترین قطعات دنیای موسیقی رو به وجود آورد. قطعه‌ای که هیچ نوتی نداره. اسم این آدم جان کیج بود. اما چیزی که اون رو تبدیل به یکی از مهمترین موزیسین‌های قرن 20 کرد فقط قطعاتی که نوشت نبود، بلکه سوالی بود که اون جرأت کرد بپرسه. همه ما فکر میکنیم موسیقی یعنی نوت، ملودی، ریتم، هارمونی و اینطور چیزها. اما اگه موسیقی فراتر از این چیزها باشه چی؟ صدای قدم زدن یه آدم تو خیابون، صدای بارون روی شیشه، صدای نفس کشیدن من، همه اینا بخشی از جهان صوتی ما هستن. پس چرا بعضی از اینها رو موسیقی میدونیم و بعضی ها رو سر و صدا؟ هر چقدر که بیشتر گوش میداد این سوال واسش بزرگتر میشد. مرز موسیقی دقیقاً کجاست؟ این سوال در مورد آهنگسازی دیگه نبود. کم کم داشت تبدیل میشد به یک سوالی درباره خود شنیدن. اتاقی که سکوت رو شکست. اتاق بی پژواک دانشگاه هاروارد. جان کیج وارد یک اتاقی شد که قرار بود ساکت ترین جای دنیا باشه. جایی که دیواراش طوری طراحی شده بودن که هیچ صدایی رو برنگردونن. کیج وارد اون اتاق شد تا سکوت مطلق رو تجربه کنه، اما چیزی که پیدا کرد سکوت نبود. کیج 2 صدا شنید. یکی زیر، یکی بم. وقتی که پرسید این صداها چیه، پاسخ عجیبی شنید. یکی صدای سیستم عصبی توه و دومی صدای گردش خونت. اون لحظه یک چیزی برای کیج روشن شد. این که سکوت مطلق وجود نداره. تا وقتی زنده‌ای همیشه چیزی برای شنیدن هست. و شاید همینجا بود که سوال تازه‌ای شکل گرفت. اگر که سکوت مطلق وجود نداره، پس وقتی ما در مورد سکوت حرف میزنیم دقیقاً راجع به چی صحبت میکنیم؟ اما اتاق بی پژواک هاروارد تنها چیزی نبود که دیدگاه جان کیج رو تغییر داد. عوامل دیگه‌ای هم بودن. عواملی که لزوماً از دنیای موسیقی نبودن. زن، قبل از قضاوت گوش بده. جان کیج همین سالها با زن آشنا شده بود. چیزی که تو آیین بودیسم میتونیم ببینیم. اما زن برای جان کیج یک موضوع تزئینی یا یک آیین عجیب و غریب شرقی نبود، بلکه یک تمرین بود. تمرین دیدن و شنیدن بدون اینکه قضاوت کنیم. ما تقریبا درباره همه چیز خیلی سریع تصمیم میگیریم. این صدا زیباست، این صدا آزاردهنده است، این موسیقیه، این نویزه. اما زن یک سوال ساده میپرسه. اگه برای چند دقیقه فقط گوش بدی، بدون اینکه تصمیم بگیری این خوب هست یا بد هست، چه اتفاقی میفته؟ شاید همین سوال بود که نگاه جان کیج رو تغییر داد. اما هنوز یک قطعه مهم دیگه از این پازل مونده. و عجیب این که این قطعه داخل یک سالن کنسرت پیدا نشد. این قطعه پازل توی یک نمایشگاه نقاشی پیدا شد. اینجا یک لحظه ما باید سالن موسیقی رو ترک کنیم و وارد یک نمایشگاه نقاشی بشیم. چون تقریبا همزمان با سوالات جان کیج در مورد صدا، یک نقاش در مورد تصویر همچین سوالاتی رو داشت میپرسید. اسمش رابرت راشنبرگ بود. سال 1951 مجموعه نقاشی‌هایی رو خلق کرد که در نگاه اول چیزی شبیه به یک نقاشی به نظر نمی رسیدن. فقط چند تا بوم سفید. همین. احتمالاً اگه وارد یک موزه‌ای می شدی و همچین اثری می دیدی، می گفتی خب منم می تونستم یک بوم سفید بکشم. احتمالاً خیلی ها هم اون زمان همین فکر رو کردن. اما مسئله این هنرمند فقط رنگ سفید نبود. مسئله این بود که آیا اثر هنری فقط اون چیزیه که هنرمند روی اون بوم قرار داده؟ یا چیزی که اطراف اون هم اتفاق میفته بخشی از اثره؟ نور اتاق، سایه آدم‌هایی که روبروش می‌ایستادن، گرد و غبار، سایه‌ها، همه اینها بخشی از چیزهایی بود
که روی اون بوم سفید اتفاق میافتاد. هیچ وقت یک تصویر ثابت اونجا نبود، چون جهان اطرافش مدام در حال تغییر بود. و اینجا بود که مسیر این هنرمند با مسیر جان کیج نزدیک شد. یک نقاش با حذف تصاویر، یک موزیسین با حذف صداهای از پیش نوشته شده. هر دو داشتن یک سوالو میپرسیدن: وقتی همه چیز رو حذف کنیم چه چیزی باقی میمونه؟ خب برمیگردیم به جان کیج. جان کیج بعد از این تجربه هایی که داشت، یکی از عجیب ترین قطعات تاریخ موسیقی رو به وجود آورد. 4 دقیقه و 33 ثانیه. در سال 1952 جان کیج تصمیم گرفت سوالاتی که پرسیده بود رو به یک تجربه واقعی تبدیل کنه. 29 آگوست 1952 در نیویورک، نوازنده‌ای به اسم دیوید تودور پشت پیانو نشست و مردم زیادی منتظر اجرای یک موسیقی جدید بودند. اما اتفاقی که افتاد چیزی نبود که اونا انتظارش رو داشتن. نوازنده پشت پیانو نشست، در پیانو رو بست و هیچ نوتی ننواخت. دوباره در پیانو رو باز کرد و در رو بست و باز هم هیچ نوتی رو نزد. و برای بار سوم هم این کار رو انجام داد. 3 بخش گذشت و 4 دقیقه و 33 ثانیه تمام شد و قطعه همینجا به پایان رسید. اما آیا واقعا چیزی اتفاق نیفتاده بود؟ صدای حرکت صندلی ها، صدای زمزمه مردم، صدایی که بیرون از سالن بود، صدای نفس کشیدن مردم، همه چیزهایی که معمولا ما موقع شنیدن موسیقی نادیده میگیریمشون حالا شده بودن خود موسیقی. طبیعی بود که همه قبولش نکنن. بعضیا این رو یه شاهکار میدونستن و بعضیا میگفتن این یک موسیقی نیست. سوال اصلی این نبود که 4 دقیقه و 33 ثانیه موسیقی هستش یا نه. شاید سوال اصلی این بود که چرا ما انقدر نیاز داریم که برای همه چیز یک مرز مشخصی تعیین کنیم. جان کیج نمیخواست به ما بگه که هر صدایی موسیقی هست. اون فقط میخواست که ما به مدت 4 دقیقه و 33 ثانیه گوش دادن رو تجربه کنیم. شاید بعد از دیدن این ویدیو و شنیدن داستانی که برات تعریف کردم، وقتی که میری خیابون تا قدم بزنی، صدای قدم‌هات رو متفاوت تر از قبل بشنوی. صدای بارون، صدای برگ درخت‌ها، صدای آدم‌هایی که از کنارت رد میشن. شاید همه اینها موسیقی نباشن، اما شاید ارزش شنیده شدن داشته باشن. 4 دقیقه و 33 ثانیه قطعه‌ای درباره سکوت نیست، چون سکوت هیچ وقت واقعاً وجود نداره. این قطعه درباره اون 4 دقیقه و 33 ثانیه‌ای هست که بالاخره تصمیم میگیریم گوش بدیم.